زنش تلفن کرداست که مقصد خطا چی برهنه کنه نشان تیدا من اینجا مقصد که بازاق تماشا کنم شهوت خود کنه کنم باز انا خشل چی برهنه کرداست انا مردک ایت دیدیم انا ای پوز را دیدی انا کنوکای پوز کمیجه کا او تلفن که پهن میشه و در یوتیوب در همه خوک بالو میره مردک دیگه از اور و ناموس. سلام علیکم دامولای شیرین سخن. سوال من در شهر مسکو با چند برادران کار و استقامت میکنیم. یک روز یک چند برادران میگویند که با زن حلالی خودت با طریق تلفن شهوت خودت را شکنی جایز است؟ یعنی که امیدوارم فهمید چگونه با طریق تلفن شهوت خود را میشکنند یعنی پس میکنند. باز یک تاش میگوید که چند بیگانه را زن خودت کنی جایز است؟ یعنی این همخوابگی با زن حلالی خودت می شود؟ میگویند شما چی توصیه میدهید؟ همین متاسفانه این همین جوانای حاضره همون فیلمای خارجی را و همون زندگی و رفتار کردار همون را دیده یک کمی تغییر خوردگیان یا دیگه اون جوانای زمانای ما نیستن نگران شدیان ایتا فکر و اندیشه نمیکنن که بله بگذاری نمی زن حلالی خطای پشتی تلفن از اون طرف و از این طرف تو آخه تمام این ثبت نوار همه یا میمونن که یا در ارخیو هستن مرگ همون جوان مرده که همه ارزو داشته باشه و بخواه که زنی برهنه ولی چه یک کسی دیگر ببینه بعد این تلفن آخه متاسفانه اهمیت نمیده آدمایی هستن که ولی هم عقلشون میگیرن این همین حالتای میشود که سر حساب نمیروند یگان کنوپکه را میشکن که در همه جا پهن میشود همین نزدیکی قطعیاتون هست یک کس همین خزنش طلاق کرد در روسیه بودست زنش تلفن کرده است که مقصد خطا چی برهنه کنه نشان تیدا من اینجا مقصد بازاق تماشا کنم شهوت خود کنه کنم باز زن خشل چی برهنه کرده است انا مردک ایت دیدیم انا ای پوز را دیدی انا فلان دیدی بعد همون کنوکای پوز کمیجه کا او تلفن که پهن میشه و در یوتیوب در همه خوک بالو میره مردک دیگه از اور و ناموس همون را سر داد که مرگ همون مردک اینجا عیبای بیان مردک های حقیقتی زن بسیار که ذوق کرده یاد کردی تلفن که مایلش نمی سخنای شیرین همین هم مردک جانا یادت کردم همین قطیر هم انشالله آدم خانه میشه شرط است که تو را چی برهنه ببینی و مقصد اولادی هم دیگه تونن نشان بتینه و خدا قسم همین با اخلاق و آداب مسلمانی هیچ موافقت نمیکنه وقتی مردم ما یک منتالیتی خوب و زیبا و اسلامی دارن ما شرم و حیا داریم همین با ما قدر موافق نیست اصلا همین خدای تعالی انسان طرز خلق کرده است که وقتی هم شهوت از حد زیاد شد که همین ارگانیسم خودش هم را غیر رابط کم میکنه میبرن همین خوبه که احترامی میشیم هم میگن شیطان فریبش کرده است در خوب از همین حساب است وقتی هم آب میمانی زیاد شد که دیگه او در بدن نمیسته در خوب میبینی و بعضا در بیداری یکی آدم هست شهوت زیادی بچه است در بیداری یک کمتری مقصد احترامی میشود یعنی همون خارج میشود اصلا میگم که خدای بزرگ هیچ کارش به حکمت نیست اینه که همین حالتهای شبه که بعضا میشود متاسفانه خاصتا در این عصر 21 یگان زنی بدرفتار بدکردار اینا دور از دیار استی سویدن یا ناز نشاتید میکنه دیگه اخرام شهوت بسیار بلنده خوفی اون است که خود کنترل کرده نمیتونی اگر به خاطر در آن همین فتنه و در زنا گرفتار نشدن همیشه اگر به شرطی که استمنا کنی شریعت نمیره رخصت داده است فقط برای پیشگیری از زنا استمنا یعنی که بدست حجت خطب روی آخه برای او کار شرط نیست که تو بگویی که زن اختلیش کن خونت پریگندم نخواه این قدر دیگه به غیرت به همت شده باشه که او یک مسافر گفت که من او را برهنش نکنم حواسم نمیآید بچه یا شوخی از برای خدا این خمادت ندیده حجت به این نیست اما استمنا فقط در همین حالت درست میشه در حالتی که یک آدم فرزند نداره به خاطر فهمیدن که مثلا چی کمبودی است که فرزند نمیشه دختر که رفتی در اونجا میفرماد استمنا که همون سپرم را بسنجیم که جروی زنده‌اش آیا به قدر لازمی هستن یا نیستن در دیگر حالت ها با همین استمنا را هم حرام درست نیست به خاطر لذت کیف صفا باشه درست نیست حضرت گفت 7 طایفه هستن که خداوند متعال بر اونها نظری رحمت نمی اندازه یکیش همین ناکحولیت است همین شخصی که به دست خودش مراد خچه حاصل میکنه فقط در حالت ضرورت برای پیشگیری از اینا همین کار امکان داره نه که برادرای عزیز همین شما گمان نکنید که در این تلفن چیزی من میگم فقط در پیش خودم میمونه همه همو مقصد همو حتی فرمایی که تلفن میبرن کو
ҳамоно ба хичо архив дорад. Google ҳамаи кора через Google мекунӣ. О тамоми ин Google WhatsApp халка балон ҳама ё ба хичо анам тари архив дорад, дар ҳам архив мемонам. خداوند حفظتون کنه و پروردگار جوانای ما را از فسق فساد عیز ابن عبدالسلام علیه رحمه همین شخص در مصر قاضی بوده است. یک قرار را نزدش میونن از دست نایب سلطان مصر امضا نمیکنه. میگه این نایب سلطان حقوقی خیلی راسپاریجینیو نداره، این غلامه، این مال بیت المال، این حق نداره که مقصد که مال مسلمان‌ها را با دست‌اندازی کنه و با تقسیمش کنه. بعد گفتن تو دیوانه ای چی است؟ نایب سلطانه، این کلات همه برای خلق همه کنه، همه خیلی سیاست کردن. گفت انا این دلیل شده نمی‌داره. غلامه حقیقتا در دولت ایوبی ها ایام زمان بعد صلاح الدین ایوبی اینا فرزنداشون و بیروهاشون غلامای ترک همه خریدن، ای بزرگ میبردن سرباز میکردن، همین فقط فنی حربی و مشق میکردن، در جنگ‌ها استفاده شده بودن. اویسته همه عنوان میگرفتن، افیسر میشیدن، گنرال میشیدن به قول امروزا. حتی یک نفرش نایب سلطان شده گیه، جانشین سلطان. گفت این مالی بیت المال سخن با همون شخص رسید، رفت در نزد سلطان شکایت کرد که این دیوانه اشاره منم خیلی می‌فرسته. سلطان میگه همون شب روزا اشرف بود، دعوتش میکنه، میگه که انا این کار نکن، او را من خودم آزاد کردم. میگه تو حق آزاد کردن او را نداری، اون مالی تو نیست، اون مالی بیت المال، مالی آبشیه مقصد مسلمان‌ها، تو را حق آزاد کنی نداری. بعد گفتی چه خیلی آزاد میکنن؟ ایرگو باید بازار برن، سودا دامونن غلامه. اگر ما بودو کسی خریدش آزادش کرد با آزاد میشه. این کار اینم تا جدیتش در نمیاد. تا در سودا نموننش آزاد نمیشه. برای که مالی بیت المال هیچ که حقی تصرف ایران نداره. اون مرده که ترتیب بود 10-15 نفر نام گلاورو و کلو، حتی دبایشون هم ظاهری بیبرس هم بدست. ظاهری بیبرس بعداً یک چند سال پس سلطان مصر شد، 23 سال سلطانی کرده. یکی از بقوترین پادشاه‌های زمان بود در معاصر زمان. آدمی که کمری مغول‌ها را حتی شکست، مغول‌ها را نداشت که شما ضبط کنند. آن همین آدم هم بزرگ رو آوردن، سودا کردن، بعد مقصد که خریدن ایرا و پادشاه خریدن میشه بعدش آزاد شد. یعنی بیت المال اینطوری مال شخصی هیچ کاری نیست که از او زکات داده شد. این پنسر هم داخل میشه البته. پنسر هم در بیت المال. بله حضرت عمر حساب بیت المال همین شاید در تاریخ باری اول پنسر مسلمان‌ها کرده باشن. حضرت عمر کرده تشکیل کرد، مخصوص سپیسکا کرد، تمام آدمایی که مستحق هستند که نام‌نویس شدن از حساب بیت المال مبلغشون میداد. به کم کاست. خیلی ابوسون میتونن زیاد چونش حرام میشه. من پنسر دادم. چه زیاد میگه؟ چریز میکنن مقصد میگه. آدمی که مستحق نیست زیاد میگیره البته حرام. حرام. با اون شریز کنی اما حق مردم رو میگیره. درست نیست.